ترامپ میگوید جمهوری اسلامی 45,000 ایرانی را کشته. آنقدر می جنگیم که ایران را به عصر حجر برگردانیم. پزشکیان مردم امریکا را دشمن ایرانیان نمیداند. سپاه از کشتن دهها آمریکایی خبر میدهد و مجتبی خامنه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی میگوید درخت بکارید. بینندگان یک در سراسر جهان سلام. به نخستین بسته خبری روز با من احمد رشاد زریر خوش آمدید. در پنجمین هفته و 30 روز جنگ آتشین خاورمیانه همچنان شهرهای اسرائیل در آتش و زیر موشک باران جمهوری اسلامی ایران هست و شهرهای ایران هم در آتش بمباردمان با بمب‌های چند تنی آمریکایی. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین صحبتش هرچند صحبت‌های تکراری یک ماه گذشته را داشت ولی تفاوت‌های ایجاد کرد، از جمله اینکه خبر داد جنگ همچنان چند هفته دیگر ادامه خواهد داشت و این بار گفت ایران جمهوری اسلامی 45,000 ایرانی را کشته، در حالی که قبلا میگفت 32,000. آمار کشته شده ها در اعتراضات دیماه یا ماه جدی سال گذشته در بین ایرانی ها، آمریکایی ها و نهادهای حقوق بشری و رسانه ها همیشه متناقض بوده. ایران فقط 3,000 و حدودی را تایید میکنه و اما آمریکایی ها مدعی هستند حالا که 45,000 ایرانی در اعتراضات توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. به هر حال آنچه آقای ترامپ تازه در مورد جنگ ایران گفت چیزهای زیادی داشته، از جمله اینکه گفت ایران را به عصر حجر برمیگردانیم. البته عصر حجر یا عصر سنگ، دوران سنگ در کره زمین از 2 میلیون سال قبل تا حدود 10,000 سال پیش ادامه داشت. یعنی زمانی که انسان‌ها بسیار ابتدایی زندگی می‌کردند، هنوز همه ابزارهایشان از سنگ و چوب بود، حتی آهن را کشف نکرده بودند، زراعت را کشف نکرده بودند و هیچ امکاناتی نداشتند. و ادعای ترامپ یک چنین چیزی است. حتی وزیر جنگش پیت هگزت هم این صحبت آقای ترامپ را بازنشر کرد و تهدید کرد ایران را. اما آقای ترامپ گفت که در مورد برنامه اتمی ایران با وجودی که اولویتش همی بوده از جنگ اهمیت زیادی نمیده و قصد ربودن یورانیم غنی شده در ایران را نداره و گفت که جریان برنامه هسته ایران را از طریق ماهواره ها زیر نظر داره و در صورتی تخطی یا حرکتی عمل خطرناک انجام خواهد داد. و البته به جنگ های آمریکا اشاره کرد. دونالد ترامپ به آمریکایی ها سخنرانی میکرد. از جنگ های آمریکا گفت، از جنگ ویتنام که 19 سال و چند ماهی در او جنگ بودند، از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ 8 ساله عراق، البته و جنگ افغانستان اشاره نکرد که جای بحث مفصل در رکیده بسته خبری گنجایشش نیست و به شمار جنگ ها و سرانجام به 30 و چند روز جنگ در ایران هم اشاره کرد و افتخار هم کرد و گفت که این در واقع برای نسل های بعد کمک است و تهدید کرد. گفت اگر توافق صورت نگیره این بار براستی نفت ایران را هم از بین خواهیم برد و نیروگاه های برق را هدف قرار خواهیم داد و گفت که نیازی به متحدان ما نداریم، به اروپایی ها نداریم، به ناتو نداریم. حتی صحبت از این کرد که جدی در حال بررسی خروج از ناتو است. همین هم سبب شده که دبیرکل ناتو آقای مارک روته با شتاب به سمت آمریکا حرکت بکنه و در این مورد با ترامپ صحبت کنه و اگر قرار بر خروج آمریکا از ناتو باشه که از آقای ترامپ بعید نیست با او صحبت بکنه. و آقای ترامپ گفت که چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی که به نفت خاورمیانه نیاز دارند خودشان تنگه هرمز را باز بکنند. در این زمینه کاری انجام بدن، هماهنگ باشند و البته گفت که ما به دلیل از اینکه نفت ونزوئلا را حالا در اختیار داریم نیازی به نفت خاورمیانه نداریم. و ادعای دیگری که طی 24 ساعت آقای ترامپ مطرح کرده این است که به قول او رژیم ایران تغییر کرده، جمهوری اسلامی تغییر کرده، افراد دیگری هستند و گفت رئیس جدید ایران آتش بس میخواهد و اما ما نمیپذیریم. ادعا کرد که التماس میکنه، ولی آقای بقایی واکنش نشان داد، گفت این توهم است، ما هیچ آتش بسی نخواستیم. و همچنان آقای ترامپ گفت که اگر توافق صورت بگیره، اگر موفق شویم به خواستمان برسیم، افتخارش با ما است و اگر در توافقات و مذاکرات جاری توافق حاصل نشه مسئول او جدی ونس معاونش است. آقای پزشکیان در صحبت‌های اخیرش گفت که ما تهدید نیستیم،
آمریکایی ها یعنی مردم عادی آمریکا دشمن ما نیستن، دشمن ایران نیستن، ما هیچ دشمنی با اونا نداریم و فقط ما در حال دفاع از خودمان هستیم. این که نشان میدن که ایران، جمهوری اسلامی ایران یک تهدید است، این درست نیست. و قرارگاه خاتم الانبیا خبر از این داد که در موج 89 عملیات وعده صادق 4 که با نزدیک 300 موشک هایپرسونیک و 300 موشک و پهپاد که موشک هایپرسونیک و بالستیک بوده، بر شهرهای اسرائیل هم و همچنان بر شهرهای که از آمریکایی ها میزبانی میکنن پرتاب کرده و در نتیجه 37 نظامی آمریکایی را در امارات از بین برده که در یک تجمع اونا موشک اصابت کرده. از اون طرف در جریان مذاکرات همچنان در حال از ابهام هستند و بحث این که پاکستان میزبان مذاکرات خواهد بود و یا میانجی چه کشورهایی خواهد بود. تازه سفیر ایران در روسیه گفته که اگر روسیه میانجی بین آمریکا و ایران باشه، ما از میانجیگری روسیه استقبال میکنیم، با او اعتماد داریم. خب آقای پهلوی همچنان لحظه شماری میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی به پایانش برسه، هرچند طی این یک ماه به این آرزوها نرسیدن، چی که دورتر هم به نظر میرسه. به هر حال آقای پهلوی همچنان صحبت کرده و گفته که در ایران 32-33 روز است که اینترنت قطع است، مردم در شرایط ناجور و سختی به سر میبرند و از آمریکا خواست که بدون پایان جمهوری اسلامی ایران را ترک نکنه، جنگ را ترک نکنه. اتفاقا امروز 13 فروردین یا حمل که در فرهنگ نوروزی ایران قدیم، حتی در ایران اکنون هم است، در بعضی کشورهای حوزه نوروزی که 13 بدر میگویند و در ایران بعد از جمهوری اسلامی روز 13 نوروز را روز جمهوری اسلامی و طبیعت نامگذاری کردند و به مناسبت ای آقای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک پیام تاکید بر حماسه و غیرت مردم ایران در نوروز کرد و گفت که درخت بکارید و نهال شانی کنید. و یک اتفاق دیگر هم این است که ساعت پیش آرتمیس 2 یعنی سفینه آمریکا که 4 انسان را به ماه منتقل میکنه حرکت کرد و برای دومین بار است که آمریکایی‌ها ادعا میکنند که به ماه سفر میکنند، در حالی که به ماه سفر میکنند و زمین را هم به آتش میکشند. و این صحبت هایی است که در شبکه‌های اجتماعی بعضی از دانشمندان در واکنش به این حرکات و رفتار انجام دادن نوشتند. و آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن تاکید بر اینکه در جنگ آمریکا با ایران نیست، از اول گفتن که در این جنگ کنار آمریکا نخواهند بود. گفته که این جنگ اگر پایان هم پیدا میکنه باید پس از یک توافق و یک چارچوب و اوضاع جدید. گفت هیچ چیز بدتر از این نخواهد بود که آمریکا جنگ را ترک بکنه بدون یک توافق و یک شرایط جدید در ایران و خاورمیانه. و البته باران موشک های ایرانی اسرائیلی ها و آمریکایی ها را نگران کرده و ویدیوهای از اسرائیل منتشر شده. البته طی روزهای گذشته متهم کردن جمهوری اسلامی ایران را، حتی آقای دونالد ترامپ متهمشان کرد که از هوش مصنوعی استفاده می کنند در منتشر کردن تصاویر. و خب بعضی از آگاهان باورشانی است که اگر بر اساس این تصاویر باور بکنیم باید تل آویو و حیفا و برشبه و شهرهای اسرائیل باید کاملا از بین رفته باشند و دود و آتش شده باشند. به هر حال تصاویر منتشر شده که نشان میده براستی اون بمب‌های موشک‌های بالستیک ایرانی که چند کلاهکه هستند مثل ستاره ها در آسمان اسرائیل می درخشند و مثل باران می بارند و غیر قابل رهگیری و کنترل هستند. البته هم ایران هم آمریکا و هم اسرائیل به شدت تمامی توانشان را علیه یکدیگر به کار گرفتند. در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم نگرانی‌های جدیدی بالا گرفته که شاید کلاهک‌های هسته‌ای ساخته باشه ایران و شاید هم فتوای جدید مبنی بر حرام بودن بمب هسته‌ای نباشه و شاید این اجازه را جمهوری اسلامی حالا از رهبر جدیدش داشته باشه. البته یک
تایید رسمی از هیچ جای ما نداریم. گمانه هایی است که مطرح میشه که طی این مدت شاید ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده باشه. به هر حال پشت صحنه تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ جریان داره، تلاش ها برای بازگشایی تنگه هرمز جریان داره. امارات متحده عربی هم که میگفتن شاید به جنگ بپیونده و شاید برای بازگشایی تنگه هرمز زورگویی بکنه، این رد شد و اما تا اینک جنگ شدیدتر از هفته های گذشته شده و حتی خطر زمینی شدنش همچنان جدی است. آقای ترامپ میگه نزدیک 50,000 سرباز آمریکایی در منطقه داریم، ولی گزارش ها وجود دارن که نزدیک 80,000 سرباز آمریکایی در منطقه هستند و حتی گفته میشه که طرح ورود به خاک ایران همچنان پابرجاست و ارتباطاتی که ایران با گروه های مقاومت، نیروهای مقاومت یا هم نیابتی های خودش در منطقه داره همچنان نشان دهنده که آمادگی ها برای جنگ زمینی است. و در کنار این همه آقای مجتبی خامنه‌ای یک پیام هم، یک نامه هم به نعیم قاسم دبیر حزب الله فرستاده و تاکید کرده که ما همچون رهبر فقید آقای علی خامنه‌ای در همون راه قدم گذاشتیم و از شما همچنان حمایت میکنیم. و امواج 89-90 عملیات صادق 4 بر اسرائیل و آمریکایی ها هماهنگ است، یک دست است با حزب الله و حوثی ها که اونا موشک‌هایی پرتاب میکنند. در مرز لبنان همچنان جنگ جریان دارد، در دریای سرخ و کلا نزدیک 15 کشور آسمان و زمین آتشین است همچنان. و اخیراً گزارش مبنی بر بالا بودن آمار تلفات غیر نظامی هم بالا به نظر میرسد. تشکر که بیننده این بسته خبری بودید. تا بسته های خبری دیگر لحظه ها بکامتن.